سلام به همه بچه‌های عزیز و خانواده‌های گرامی. مسابقه رنگ‌آمیزی پرنده افسانه‌ای سیمرغ برای کودکان زیر 12 سال توسط وبسایت گپگاه برگزار میشه. این مسابقه یه فرصت عالیه برای شما که خلاقیتتون رو نشون بدید و با فرهنگ و داستان‌های ایرانی بیشتر آشنا شید. و خبر خوب، جایزه این مسابقه 400 یوروه که به 20 نفر به قید قرعه هر کدوم 20 یورو تعلق میگیره. پس لازم نیست که نقاشیتون عالی باشه. توی مسابقه شرکت کنید و ما به 20 نفر خوششانس جایزه میدیم. میدونین سیمرغ که یه پرنده افسانه‌ایه که تو داستان‌های قدیم ایرانی مخصوصاً شاهنامه فردوسی ازش یاد شده. این پرنده نماد عشق، امید و خرده و توی خیلی از داستان‌ها به خیلی‌ها کمک کرده. حالا شما میتونین هر جور که دوست دارین این پرنده زیبا رو رنگ‌آمیزی کنید. پشتیبان این مسابقه رستوران رویال اصفهان در بروکسل هست. خیلی ساده است. شما میتونید شابلون سیمرغ رو از سایت دانلود کنید، اون رو رنگ‌آمیزی کنید و برای ما بفرستید. برای اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به منوی مسابقه در سایت گپگاه مراجعه کنید. منتظر آثار زیباتون هستیم.